السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز و پو خواهرا، اکه دادرا و مدران مهربان و پدران بزرگوار، ماه شریف رمضان الحمدلله که آمد برای هر یک کدیم شما انشاءالله که مبارک باد باشه. و این ماهی است که الحمدلله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، این ماهی است که در این ماه الحمدلله نازل شده است قرآن. و الله سبحانه و تعالی می فرماید ورتل القرآن ترتیلا، شما قرآن را میگه با تلاوت کنین، یعنی با تمام نازکی هاش با تجوید بخوانین. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شما قرآن را بخوانین بدرسی که قرآن روز قیامت شفاعتگری شما می باشد. با هم خاطر دوستان عزیز و برادران عزیز، اپا و خواهرا، اکا و دادرا، الحمدلله که ماه شریف رمضان آمد. ما و شما عین حال قید حیا هستیم، فرصت را از دست ندهیم، با عبادت الله صرف کنیم. و گفتنی هستم که انشاءالله که هر یک حرفی که از قرآن ما میخونیم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنه والحسنه بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود هر کسی که یک حرف از کتاب الله سبحانه و تعالی تلاوت بکنه، در نامه اعمال او یک ثواب نوشته میشه و یک ثواب مبدل به 10 میشه. خوشا به حال انسانانی که قاری قرآن در رمضان ختم میگذارن، یا که انسانان هستن قرآن خوانده میتونن قرآن میخونن، وقتشو با تلاوت قرآن صرف میکنن. با هم خاطر انشاءالله برای هر یک کدیم شما یعنی فرصت است عین حال برای بسیاری برادران ما و شما بودن از حیات، یعنی فرصت نبردن، از دنیا گذشتن. عین حال در رمضان بعضی هاشون نیستن، از دنیا گذشتن. با هم خاطر عین حال ما و شما که زنده که هستیم، حیا هستیم، فرصت را از دست ندهیم، با عبادت الله صرفش کنیم. باقی در امان الله باشین، با دعا باشین. این از تبریکات ما. یگان گفتنی داشته باشیم تمام کل مسلمانای روی دنیا را، همه هموطنان با ماه شریف مبارک رمضان تبریک گفتنیم و قوا بخششون و خداوند همه وقت با قوا باشن نمازشون ترک نکنن. خب باقی در امان الله باشین. رحمت کلان برای تبریکات در مهمانی ماه اکی رمضان دعا کنید در حقش که خداوند توفیقش بده و مثل دیگه برادرها وره انشاءالله که سفر به خانه خدا کنه. الله نگهبانتان باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.